سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت، جلد دوم، راوی ف ایرانی، ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com. فایل 22. سند شماره 51 اتحادیه محترم صنف باتری سازان مقتضی است با توجه به درخواست کتبی شماره جای خالی مدیریت محترم اماکن عمومی صورت اسامی فرقه بهائیت تحت پوشش آن اتحادیه جهت بهره‌مندی حد اکثر ظرف مدت 1 هفته از این تاریخ به این مجمع اعلام فرمایی. سند شماره 52 از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ف الف الف تهران، اداره نظارت بر اماکن عمومی، به فرماندهان محترم انتظامی شهرستان‌های تابع رؤسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی موضوع بررسی صلاحیت افراد گروهکی و فرق ضاله بهائیت. سلام علیکم. با صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله و با احترام به استناد دستورالعمل واصله از ریاست محترم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا نظارت بر اماکن عمومی به شماره 3/5/C/14 مورخه 21/12/85 و با عنایت به افزایش مراجعات وابستگان به فرقه ضاله بهائیت جهت اخذ پروانه کسب و حضور موجه و قانونی آنها در جامع اصناف پس از اخذ پروانه ضروری است به منظور کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت آنان و حتی المقدور جلوگیری از حضور وسیع آنان در سطح صنوف حساس و مهم و سازمان‌های صنفی و همچنین افراد گروهکی متقاضی پروانه کسب ضمن مد نظر قرار دادن موارد ذیل برابر دستورالعمل شماره 14.C.7.100 مورخه 17/2/82 کمیسیون بررسی نهایی که نوع پرونده های قابل طرح در کمیسیون را مشخص می نماید اقدام گردد. الف فرق ضاله بهائیت 1. نسبت به شناسایی افراد بهایی شاغل در صنوف و جمع‌آوری آمار به تفکیک میزان پراکندگی نوع رشته شغلی اقدام نماید. 2. از فعالیت آنان مشاغل با درآمدزایی بالا جلوگیری و صرفاً با صدور مجوز یا پروانه کسب در رشته‌های شغلی که بتوانند در حد متعارف امرار معاش نمایند موافقت گردد. 3. از صدور مجوز فعالیت برای افراد مذکور در رشته‌های شغلی حساس داخل پرانتز فرهنگی، تبلیغاتی، اقتصادی نظیر جراید و نشریات، جواهر و طلاسازی و ساعت و چاپخانه‌داران و گراورسازان و مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران، کتابفروشان، مسافرخانه‌داران، هتلداران، آموزشگاه‌های خیاطی، عکاسی، فیلمبرداری، گیم نت، رایانه، کافی نت پرانتز بسته جلوگیری به عمل آورند. 4. در راستای اجرای احکام شرعی برای پیروان فرقه ضاله بهائیت جهت فعالیت در رسته‌های شغلی مشروط به طهارت داخل پرانتز 1. تالارهای پذیرایی، 2. رستوران‌ها و سلف سرویس، 3. اغذیه فروشان و مواد غذایی، 4. چلو کباب و چلو خورش، 5. قهوه خانه،
6. فروشندگان مواد پروتئینی و سوپرمارکت. 7. بستنی و آب میوه و نوشابه. 8. قنادی و شیرینی فروشی. 9. کافی شاپ. پروانه صادر نمی‌گردد. سند شماره 54. اسامی شرکت‌ها و افرادی که اخیراً طی بخشنامه مخصوصی به تمام ادارات دولتی ایران ابلاغ شده است که از عقد هر گونه قرارداد و انجام معامله تجاری با آنها به دلیل بهایی بودن خودداری نمایند و هر نوع کار کردن با آنها از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ممنوع شده است. نام شرکت‌ها، نوع فعالیت، اسامی افراد: ساید بوم، پیمانکاری، فرهنگ رحمانیان. تسمه البرز، آقای صمیمی. قطره باران، فتح‌الله زارع. آسانسور فریم، غلام حسین نوروزی. پارسا پایا میکروتر جوش، حمید روحی پور. بیحق آسانسور، محمد شمع‌آبادی. صافیلو، نیکی علاءالدین خانجانی. موزاییک سازی، شهرام حاکمی افجه. نور صبوح، غلامرضا رفیعی. توانراه صنعت، هرمز رضوی. تهران تکنیک، پلاستیک تزریقی، عطاالله مطلق مریم آبادی. شاهین مفصل، تولید کابل‌های نوری، عبدالله صباغ‌پور. تک صنعت بهرو، آسانسور، فؤاد مجذوب. دنا، سردخانه، شهنان جانمی. بازرگانی شهرام جدی، لوازم نوشت افزار، عروسک و اسباب بازی، خانم امیلیا خانجانی. ناکاتسو، بلندگوسازی، فرشید منفرد. هیئت نظارت بر قانون اساسی پیشنهادهایی را برای کاهش سرکوب بهاییان مطرح می کند، اما هیچ یک از این پیشنهادها اجرا نمی شود. آیت الله مکارم شیرازی خشمگین از آنکه بهاییان به خود اجازه اعتراض داده اند، نامه‌ای شدید می نویسد که دکتر حسین مهرپور، رئیس هیئت رسیدگی به پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، در جواب آن می نویسد: در خصوص نامه یکی از مراجع تقلید بسمه تعالی شماره 83 خط تیره 4332 تاریخ 14/10/83 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی، ریاست محترمه جمهوری اسلامی ایران، با سلام. عطف به نامه شماره 83 خط تیره 9171/میم مورخ 10/10/83 در خصوص نامه حضرت آیت الله مکارم شیرازی و اظهار نگرانی ایشان از نامه‌نگاری و فعالیت بهائیان و گرفتن امتیازات خطرناکی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در آن حدی که بنده اطلاع دارم، نکات زیر را حضورتان معروض می‌دارم. 1. نامه‌ای که حضرت آیت الله مکارم به آن اشاره فرمودند به پیوست ارسال نشده بود. احتمال می‌دهم نامه‌ای باشد که با امضای شخصی به نام روزیا کاتب‌پور شهیدی از طرف جامعه بهائیان ایران حدود 1 ماه پیش به عنوان حضرت عالی ارسال شده و در آن ضمن شکایت از نوع برخورد با بهائیان در خصوص جان و مال و حقوق انسانی آنها از نحوه برخورد نهایی با آنها در کنکور سال جاری نیز گلایه شده است. 2. نگرانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی در خصوص نفوذ و فعالیت بهائی‌ها در مجامع خارجی و مورد حمایت بودن آنها از سوی برخی دولت‌های غربی بجاست. از همین اقدام اخیر دست جمعی آنها برای عدم انتخاب رشته و اعتراض گروهی صرفاً بدین جهت که در کارنامه اعلام نتایج کنکور در ستون مشخصات فردی جلوی دین عنوان اسلام قید شده بود، نشانگر این فعالیت و هدفدار بودن
اقدامات آنهاست و طبیعی است که نسبت به این نوع موضع‌گیری‌ها و اهداف سازمان یافته آنها باید هوشیاری لازم به خرج داد. 3. در مورد امتیازات خطرناکی که حضرت آیت الله مرحوم فرمودند در آموزش و پرورش یا دانشگاه‌ها به آنها داده شده است، آنچه که بنده در این زمینه اطلاع دارم مربوط به شرکت آنان در کنکور و ورود به دانشگاه و مراکز آموزش عالی می شود. همانگونه خود جناب عالی مستحضرید علاوه بر روش عملی که برای ممنوعیت بهائیان به دانشگاه‌ها و حتی مدارس وجود داشت، در سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای را گذراند که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسید. در آن مصوبه تصریح شده بهائیان از تحصیل در دانشگاه‌ها چه عند الورود و چه در ادامه ممنوع میباشند. متن این مصوبه با اینکه جزء مصوبات علنی و اعلام شده شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود، ولی به زودی به دست بهائیان رسید که در محافل بین‌المللی از جمله کمیته حقوق بشر ارائه داده و دولت جمهوری اسلامی ایران را از این جهت متهم به نقض موازین حقوق بشر نمود. به دنبال شکایات و پیگیری‌های زیادی که در این زمینه به عمل می آمد، در جلسه 530 مورخ 25/9/82 شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شد در فرم تقاضانامه ثبت نام آزمون سراسری به جای سؤال مربوط به دین داوطلبان اینگونه سؤال طرح شود: چنانچه به سؤالات معارف غیر اسلام پاسخ می دهید آن را مشخص نمایید. کلیمی، مسیحی، زرتشتی بر این اساس بدون اینکه از داوطلب خواسته شود دین خود را بیان کند، با سکوت و یا اعلام خود نوع معارف دینی را که مایل است امتحان دهد از بین 4 دین اسلام، کلیمی، مسیحی و زرتشتی اعلام می کند. و نتیجتاً یک فرد بهایی نیز اگر بهایی بودن خود را اعلام نکند، بدون اینکه ملزم باشد وابستگی خود را به یکی از ادیان رسمی اعلام نماید، میتواند ثبت نام نموده و در کنکور شرکت نماید که همین کار در کنکور سال 1383 انجام شد. و ظاهراً عده‌ای حدود 700 یا 800 نفر بهایی حسب اطلاع شفاهی داده شده به هیئت در آزمون سراسری شرکت نموده و تعدادی قریب 400 یا 500 نفر آنان نمره قبولی که مجاز به انتخاب رشته باشند را حائز گردیدند. احتمالاً عده‌ای از آنان نمرات خوبی هم کسب کرده‌اند. در کارنامه اعلام نتایج که از سوی سازمان سنجش برای آنها ارسال شد، در ردیف مشخصات فردی طبق فرم رایج ستون دین نیز وجود داشت که برای این عده از داوطلبان کلمه اسلام قید شده است. همین امر باعث اعتراض دست جمعی آنان شده و قبول شدگان آنها هم عموماً حاضر برای انتخاب رشته نشدند. حدود 500 نامه تقریباً با یک مضمون برای هیئت ارسال شد که نشانگر اقدام جمعی آنهاست. توضیح سازمان سنجش این بود که قید اسلام در کارنامه نه دلیل مسلمان بودن این افراد و نه محرومیت آنها از انتخاب رشته است، ولی به هر حال برخی از کارنامه ها را اصلاح نموده و ستون دین را اصولاً حذف کردند و گفته شده در آینده اصولاً فرم کارنامه ها نیز اصلاح خواهد شد. البته بهائیان داوطلب مدعی‌اند به هر صورت امسال هم نتوانستند وارد دانشگاه شوند. و به هر حال با اقدام اصلاحی شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش تنها ارفاقی که در مورد ورود به دانشگاه برای بهائیان شده این است که اگر اظهار نکنند بهایی هستند میتوانند در کنکور شرکت نموده و معارف دینی را هم یا معارف اسلامی یا یکی از ادیان اقلیت رسمی امتحان دهند و در صورت کسب نمره قبولی انتخاب رشته نموده و عند الاقتضا وارد دانشگاه شوند. ولی ظاهراً مصوبه سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرحی که قبلاً مرقوم افتاد هنوز به قوت خود باقی است و از این جهت بهائیان که ظاهراً تجری بیشتری پیدا کرده و به دنبال مطرح کردن خود هستند به این مقدار راضی نیستند.
و لذا به بهانه مذکور از انتخاب رشته نیز در موعد مقرر خودداری کردند. باید دید در سال جاری وضع چگونه خواهد بود. بنده هیچ اطلاع دیگری در خصوص امتیازی که احیانا در آموزش و پرورش و یا در دانشگاه به آنها داده شده ندارم. طبعا اطلاعات لازم در این خصوص را وزارت‌های مربوطه و وزارت اطلاعات می‌توانند در اختیار جناب عالی بگذارند. 4. نکته قابل توجهی که وجود دارد و حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز در ذیل نامه خود به اشاره فرمودند مشکلات حکومت اسلامی در این زمینه است که خوب است علمای اعلی موضوع را از لحاظ شرعی و فقه حکومتی روشن نموده و تکلیف دولت را مشخص نمایند. حدود رعایت حقوق شهروندی این فرقه و اصولاً گروه‌هایی که متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی نیستند را روشن کنند. آیا افراد این گروه حق حیات و حقوق اولیه‌ای که لازمه ادامه حیات در جامعه امروزی است دارند یا خیر؟ آیا میتوان همه افراد یک فرقه و گروهی که اعتقادی خاص هرچند باطل دارند و تبعی جمهوری اسلامی ایران هستند به اعتبار اینکه مورد حمایت دولت‌های معاند میباشند و برخی از آنها جاسوسی هم میکنند از حقوق شهروندی از جمله رفتن به مدرسه و ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی محروم کرد؟ با اینکه از آنها مانند دیگر اتباع حکومت مالیات گرفته می شود و به خدمت سربازی هم مکلف می گردند. بدیهی است جاسوسی برای بیگانگان جرم است و جرم بزرگی است، چه مسلمان مرتکب این جرم شود چه غیر مسلمان. ولی جرم و مجازات جنبه شخصی دارد. هر کس ثابت شد مرتکب چنین جرمی شد باید مجازات قانونی آن را نیز متحمل شود. ولی آیا واقعا می شود حکم کلی صادر کرد که اعضای یک گروه جاسوسند و به همین جهت از بسیاری از حقوق اولیه اجتماعی موسوم به حقوق شهروندی از جمله حق دستیابی به آموزش و آموزش عالی نیز محرومند؟ حقیقتاً آقایان علمای بزرگوار خوب است به طور جدی این مسئله را روشن و حکم واقعی آن را بیان کنند که تکلیف دولت در مقام تقنین و قضا و اجرا نیز روشن شود. از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران عضو برخی از معاهدات بین المللی است که در کمیته های مربوطه ناظر بر اجرای آن معاهدات باید حضور پیدا کند و راجع به انجام یا نقض تعهدات قراردادی خود توضیح دهد. در این خصوص باید اولا از لحاظ ماهوی موضع جمهوری اسلامی ایران راجع به این گونه معاهدات مشخص شود. مثلا دولت ایران کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب کنفرانس عمومی یونسکو را تصویب کرده و عضو آن معاهده است. طبق ماده 2 کنوانسیون مذکور دولت‌های عضو متعهدند آموزش عالی را به طور مساوی قابل دستیابی برای همه بر مبنای صلاحیت و توانایی شخصی و بدون تبعیض از هر حیث از جمله مذهب و عقیده سیاسی قرار دهند. دولت در برابر این تعهد بین المللی و پاسخگویی به آن در محافل مربوطه بین المللی چه باید بکند؟ آیا می تواند بگوید چون جمعی از اتباعش عقیده باطلی دارند و جاسوسی بیگانه می کنند خود را ملزم به اجرای این معاهده در مورد آنها و فرزندانشان نمی دانند؟ ثانیاً از لحاظ تبلیغاتی نیز همین گروه‌ها در همین محافل به گونه‌ای با تشریح نقض حقوق شهروندی خود همدردی دیگران را با خود و علیه دولت ایران جلب می‌کنند. مثلا در 2 سال پیش در جریان برگزاری اجلاس کمیته رفع تبعیض نژادی در مقر سازمان ملل در ژنو بهائیان متن دادنامه یکی از دادگاه‌های ایران را با ترجمه انگلیسی آن
در بین حضار پخش کردند که طبق آن فردی که عمدن یک نفر بهایی را به قتل رسانده بود، به لحاظ اینکه مقتول بهایی و غیر مسلمان بود، نه محکوم به قصاص و نه ملزم به پرداخت دیه شده بود. پر واضح است که انتشار این گونه مطالب چه ذهنیت و قضاوت منفی را نسبت به رعایت حقوق انسانی در نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد می کند. موارد از این قبیل زیاد است و حقیقتاً جا دارد علمای بزرگوار اسلام از جمله فقیه روشنبینی چون حضرت آیت الله مکارم شیرازی با راهنمودهای علمی و ارشادی خود تکلیف حکومت و موضع‌گیری دولت را در این قبیل امور روشن نماید. حسین مهرپور، مشاور رئیس جمهور و رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی. قطع حقوق بازنشستگی. از حقوق بهائیان نیز در طول خدمت مبلغی برای صندوق بازنشستگی کسر شده بود. با این همه حقوق بازنشستگی بهائیان قطع می شود. سند شماره 57 در صفحه 356 درج شده. صفحه 357 بانک ملت، اداره دبیرخانه شورای عالی بانک‌ها، عطف به نامه شماره 3342 مورخ 27/11/61 در مورد خانم جاخالی خواهشمند است یادداشت فرمایند حقوق بازنشستگی مشار الیه به علت انتساب وی به فرقه بهائیت که خود بدان اعتراف نموده قطع شده است. معاون بانک، اداره کل امور کارکنان. سند شماره 58 اداره کل امور اداری و استخدامی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از سازمان منطقه‌ای بهداشت درمان، عطف به نامه شماره جای خالی 6468 و پیرو نامه شماره 11/8/31/285 مورخ 14/6/67 چون طی نامه شماره 370/H10/365 هیئت رسیدگی به تخلفات اداری این سازمان اعلام گردید و آقای ذبیحی مقدم دارای سابقه وابستگی به فرقه ضاله بهائیت می باشد، به همین منظور حقوق وظیفه نام برده قطع گردیده. از طرف دکتر عبدالله بهرامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سرپرست سازمان منطقه‌ای بهداشت درمان. صفحه 359 سند شماره 59 سند شماره 59 تاریخ 21/6/68 کلاسه پرونده 1/68/477 شماره دادنامه 801 مرجع رسیدگی شعبه اول دیوان عدالت اداری شاکی آقای هوشنگ گلستانی فرزند رحمت الله ساکن کرج پردیس خیابان 10 شرقی ساختمان جنوبی پلاک آ. طرف شکایت وزارت بهداری. موضوع شکایت و خواسته اعتراض به قطع حقوقی بازنشستگی گردش کار. دادخواست شاکی پس از ثبت به کلاسه عمومی شماره 2422 31/3/1368 دیوان عدالت اداری و ارجاع شعبه اول به کلاسه فوق در این شعبه ثبت و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق‌العاده به ریاست امضا کننده زیر
و مشاورت آقای میرخانی تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده و نظریه کتبی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شعبه اول. شاکی در شکواییه تقدیمی خود بیان داشته است که طبق نامه شماره 5374 18/9/59 مدیریت ریشه‌کنی مالاریا بازنشسته شده و بعد از مدتی به جرم بهاییت حقوق بازنشستگی وی را قطع کردند. تقاضای رسیدگی و احقاق حق را دارد. با بررسی در محتویات پرونده و متن دادخواست و مدارک موجود در پرونده اتهامی چنین معلوم می شود که نامبرده خود را وابسته به فرقه ضاله بهاییت می داند و به این جرم طبق دستور وزیر بهداری وقت حکم انفصال وی را از تاریخ 1/1/60 صادر کرده اند که منجر به قطع حقوق بازنشستگی وی گردیده است. با توجه به مراتب فوق که حکم صادره بعد از پایان مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی توسط مقامات اجرایی انجام گرفته و طبق تبصره 1 ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل انجام شده طبق قانون بوده و چون ایرادی به رأی صادر وارد نبوده و شاکی دلیلی بر مخدوش بودن حکم صادر دلالت نماید ارائه نداده است، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد و این حکم قطعی است و قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نمی باشد. صفحه 361 سند شماره 60. سند شماره 60 مرجع رسیدگی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری. شاکی بانو ثریا صمیمی فرزند ضیاءالله به نشانی مشهد کوی آب و برق ویلای 12 پلاک 8 قرائن. طرف شکایت شرکت دخانیات ایران. موضوع شکایت و خواسته اعتراض به قطع حقوق بازنشستگی و دادن حقوق قطع شده. گردشکار. درخواست شاکی پس از ثبت دفتر کل دیوان عدالت اداری و ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کلاسه فوق و پس از انجام تشریفات مقدماتی قانونی هیئت شعبه در وقت فوق‌العاده به ریاست امضا کننده ذیل و مشاورت آقای حاجی رستمی تشکیل و با بررسی محتویات پرونده و پاسخ واصله از مشتکیان و اخذ نظریه کتبی مشاور بعد از انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت و صدور رأی می نماید. رأی دیوان. بانو ثریا صمیمی فرزند ضیاءالله طی دادخواست تقدیمی کرده که حقوق وی را به اتهام بهایی بودن قطع کردند و به بهایی زاده بودن خود نیز معترف است، ولی از عدم بهاییت یا برگشت خود از بهاییت مطلبی را عنوان نکرده. شرکت دخانیات طی لایحه جوابیه شماره 43 749 24 566 پاسخ داده که وی به اتهام عضویت در فرقه ضاله بهاییت در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر بازسازی به انفصال دائم محکوم شده و حقوق وی نیز قطعی گردیده. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه نام برده از نحوه صدور آراء بازسازی ایراد و اعتراض موجهی ننموده و بهایی بودن وی در نظر هیئت‌های بازسازی محرز و مسلم گردیده است، لذا شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است و این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر در این دیوان است. سند شماره 61 آقای عباس علی جهرمی به آدرس شیراز، خیابان ذکاءالملک شمالی، بنبست 6 متری، پلاک 5، کد پستی 71439.
در پاسخ به درخواست مورخ 25/6/68 به اطلاع می‌رساند پرداخت مستمری بازنشستگی به شما به استناد رأی هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره 3 صنعت نفت شیراز به علت عضویت در فرقه ضاله بهائیت از تاریخ صدور رأی مذکور مجوز قانونی ندارد. صفحه 364 سند شماره 62. جمهوری اسلامی ایران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از سازمان بیمه و بازنشستگی به بانو فرخنده فهندش همسر درگذشته ضیاءالدین فهندش برابر اطلاع واصله سرکار بهایی می باشید که در این صورت وجهی از بابت حقوق مستمری به شما تعلق نمی گیرد. لیکن چنانچه به دین مبین اسلام مشرف شده و درباره بهایی بودن خود اظهار ندامت بنمایید و مدارک تشرف خود به دین مبین اسلام را به این سازمان ارائه نمایید، در مورد برقراری حقوق مستمری شما اقدام خواهد شد. سند شماره 63 دادگستری جمهوری اسلامی ایران به اسم تعالی دادنامه شماره 184 مورخ 14/4/70 پرونده کلاسه 254/68/9 مرجع رسیدگی شعبه 9 تهران عدالت اداری مرکب از آقای نصرالله صدرالحفاظی رئیس و آقای ضیاءالله شفیعی مشاور شاکی، آقای بابالله چاله زمینی فرزند بدیعالله قائم شهر خیابان ساری اول ترک محله کوچه چند تا نقطه پلاک 120 طرف شکایت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور خواسته پرداخت حقوق بازنشستگی. خلاصه پرونده شاکی شکایتنامه‌ای به دیوان عدالت اداری تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که مدت 8 سال است که حقوق بازنشستگی خود را دریافت ننموده. پیرمرد از کار افتاده و توانایی کار کردن ندارد. حقوق بازنشستگی وی را به موجب ابلاغ 160/12/7/960 قطع نمودند. تقاضای رسیدگی را دارد. نسخه دوم شکایتنامه برای طرف شکایت ارسال و پاسخ داده‌اند که شاکی به استناد حکم شماره 11290 17/5/60 صادر از سوی وزیر وقت کشاورزی به علت عضویت در فرقه بهائیت از خدمت اخراج گردیده است. شعبه دوم دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/4/70 با حضور آقای رئیس و مشاور تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و اظهار نظر آقای مشاور با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دیوان: چون عضویت در فرقه ضاله که خارج از اسلام شناخته شده موجب انفصال از خدمت دولت در معنای عام کلمه است، لذا با توجه به لایحه جوابی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و مندرجات دادخواست و اینکه شاکی منکر عضویت در فرقه ضاله نشده است، شکایتش موجه نیست و رد می شود. این رأی قطعی است. صدرالحافظی رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری. سند شماره 64 جمهوری اسلامی ایران به اسم تعالی سازمان بازنشستگی کشوری شماره 5/40832 تاریخ 13/11/71 جناب آقای صالح روحانی زاده نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم. احتراما عطف به نامه شماره س/2
1144 مورخ 1/10/71 در مورد آقای فتح‌الله میثاقیان، دفتر کل 1281-781 اشعار می‌دارد چون نامبرده عضو فرقه ضاله بهائیت بوده و ارسال نامه‌های مورخ 5/10/70 و 2/11/71 و 11/2/71 به این اداره کل داخل پرانتز 24/2/71 به عنوان جناب عالی پرانتز بسته صریحاً به عضویت خود در فرقه ضاله مذکور اعتراف و تأکید نموده و از طرفی این مأموریت را توجیه و از آن هم دفاع کرده است، لذا بنا به مراتب فوق و با استناد به فتوای حضرت امام خمینی که در حکم قانون بوده و لازم الاجرا می باشد، پرداخت حقوق بازنشستگی به مشارون الیه و افراد مشابه محمل شرعی و قانونی ندارد. در خاتمه فتوکپی مدارک فوق الذکر به پیوست ارسال می گردد. سید محمود شاه چراغی، مدیر کل. سند شماره 65 بسم تعالی تاریخ 22/2/1381 شماره 10486 سازمان تأمین اجتماعی اداره کل استان فارس شعبه شیراز خانم زهرا روحیزادگان جهرمی به آدرس 4 راه آریا ذکاءالملک شمالی بنبست 6 متری آریا پلاک 5 موضوع مستمری آقای عباس علی زارعیان جهرمی شماره 104772 سلام علیکم. بازگشت به نامه مورخ 19/1/81 به عنوان اداره امور بازنشستگی به اطلاع می‌رساند که با توجه به نامه شماره 24142/6 مورخ 9/8/61 اداره بازنشستگی مرکز که پرداخت مستمری افراد منتسب به فرقه بهایی را فاقد وجهه قانونی دانسته و مستمری قطع شده است. شعبه 3 شیراز مطلبی پور پریزاد صفحه 372 برخورد وزارت دفاع با سربازی بهاییان. پسران ایرانی باید 2 سال به خدمت سربازی بروند و اداره وظیفه عمومی جوانان بهایی را نیز ملزم به خدمت سربازی کرده بود. سند شماره 66 از اداره وظیفه عمومی قوانین و آموزش به کلیه هنگ‌های ژاندارمری حوزه‌های وظیفه درجه 2 و منطقه وظیفه تهران و حوزه‌های 4گانه و دوایر اداره. موضوع خدمت وظیفه مشمولین بهایی برابر امریه شماره 402/02/93/78 پ 18/3/59 وزارت دفاع ملی با توجه به فلسفه لزوم انجام خدمت وظیفه عمومی برای کلیه آحاد ملت و اینکه خدمت وظیفه عمومی موضوعی غیر از استخدام در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می باشد، بنابراین مشمولان وظیفه بهایی مشمول لایحه قانونی منع استخدام کسانی که به یکی از ادیان رسمی اسلام، زرتشتی، کلیمی، عیسوی نیستند نبوده و میتوانند مانند سایر مشمولان انجام وظیفه نموده و به طور یکسان مشمول مقررات ارتش خواهند بود. رئیس اداره وظیفه عمومی سرتیپ زرین‌فر. با این همه بعضی از فرماندهان با توسل به نجس بودن بهاییان در اسلام از پذیرش سربازان وظیفه بهایی خودداری کردند. سند شماره 67 عطف به شماره نامه 072
5/705/05/125 22/1/72. احتراما با عنایت به بند 3 بخشنامه شماره SIN/2/201/06/526 22/7/68 صادره از معاونت نیروی انسانی و حساسیت کاری گروه و اینکه این گونه سربازان داخل پرانتز بهایی پرانتز بسته مشکل طهارت دارند، این فرماندهی از پذیرش نامبرده معذور می باشد. علیهذا خواهشمند است مقرر فرمایید این گونه سربازان را به سازمان دیگری واگذار نمایند. جناب آقای فردین اعزایی، سلام علیکم. احتراما بازگشت به درخواست مورخ 2/10/85 در خصوص عدم ارائه خدمات از سوی بنیاد در خصوص جانبازی و آزادگی به استناد نامه شماره 5308/40/6021 مورخ 30/11/85 اداره کل پذیرش و با عنایت به مفاد نامه مذکور داخل پرانتز نظر ستاد کل نیروهای مسلح پرانتز بسته افراد فرقه بهائیت که در جبهه‌های دفاع مقدس جانباز شده اند حسب مورد تحت پوشش زیربط قرار گرفته و از مزایای بنیاد شهید و امور ایثارگران بهره‌مند نمی باشند. مراتب جهت اطلاع به حضور اعلام می گردد. سند بالا نشان می دهد که سربازان بهایی که در جنگ عضوی از بدن خود را از دست داده و معلول شده اند تحت پوشش درمانی و تأمین زندگی قرار نمی گیرند. ارث بر اساس شرع اسلام اگر در خانواده یک نامسلمان یک مسلمان وجود داشته باشد فقط او ارث میبرد. بقیه اعم از دختر و پسر از ارث محرومند. این قانون را برای ضبط اموال اقلیت‌های مذهبی از سوی مسلمانان برقرار کرده بودند. در اکتبر 1880 میلادی مطابق با جمادی الثانی 1297 هجری قمری ناصرالدین شاه در فرمانی که برای محاکم و قضات فرستاد ضبط اموال فوت شدگان یهودی بر اساس این قانون شرعی را ممنوع کرد. در فرمان تصریح شد که از این پس وقتی یک یهودی در می‌گذرد بر بستگان جدید او قدغن است که دست روی دارایی او بگذارند. مراد از بستگان جدید مسلمانانی بودند که با ازدواج اجباری یا دلخواه با یکی از وارثان تمامی ارث را به خود اختصاص می‌دادند. در سال 1370 شمسی از یک خانواده 4 نفره بهایی دختری مسلمان شد و از آیت الله گلپایگانی استفتا کرد که تکلیف شرعی او به عنوان یک تازه مسلمان چیست؟ آیت الله فتوا داد که تمامی ارث پدر به او میرسد و با راز دیگر از ارث محرومند. بدین ترتیب حکمی که حدود 120 سال قبل لغو شده بوده است مجدداً قانونی و اجرا شد. سند شماره 69 حضرت آیت الله العظمی آقای گلپایگانی محضر مقدس حضرت آیات عظام و مراجع تقلید دامت برکاتهم احتراما به عرض می‌رساند این جانبه
بانو فرهنگ روحانی. پدرم بهایی و مادرم مسلمان بوده. پدرم چند سال پیش فوت نموده و مادرم 1 سال پیش فوت شده است. از این پدر و مادر 3 پسر و 2 دختر به وجود آمده است. یکی از این 2 دختر بعد از فوت پدر و پیش از فوت مادر از دنیا رفته. از این 5 فرزند تنها این جانبه مسلمان هستم و زن 1 نفر مسلمان می باشم. خواهشمندم تکلیف شرعی مرا نسبت به اموال پدر و مادرم را بیان فرمایید و سلام. با تقدیم احترامات فائقه، بانو فرهنگ روحانی. بسم الله الرحمن الرحیم. در فرض مثل اگر بهایی بودن بقیه فرزندان آنها ثابت بوده، از طرق شرعیه و فرزند مسلمان آنها منحصر به شما بوده، فرزندان دیگر ارث نمیبرند و وارث آنها شما هستید که تمام اموال آنها به شما میرسد. دیه به بهایی تعلق نمیگیرد. دیه جریمه ای است که خطاکار بر اساس قوانین شرع و قوانین ایران باید به فردی که به او زیان رسانده بپردازد. چنانکه از سند ضمیمه برمی آید بنا به حکم دادگاه عمومی همدان پرداخت دیه به بهایی لازم نیست. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید می شود. این قانون شرع که به دوران قاجار و محاکم شرع برمی گردد با تشکیل وزارت دادگستری ملغا شد، اما در جمهوری اسلامی مجدداً قانونی شد. سند شماره 70 تاریخ 1/9/80 شماره پرونده 2/959/80 شماره دادنامه 80 خط تیره 1521. مرجع رسیدگی کننده شعبه 2 دادگاه عمومی همدان. شاکی نظام الله سیفی فرزند اللهوردی ساکن همدان، خیابان عباس آباد، شهید حقگویان، کوچه کلهر، پلاک 33. متهم محمد قهرمانزاده فرزند محمد اسماعیل ساکن همدان، جاده فقیره جنب گرمابه سینا 18 متری مولودی، کوچه کیوان، پلاک 9. اتهام ایراد ضرب و جرح غیر عمدی بی احتیاطی در امر رانندگی. گردش کار. خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه ثبت به کلاسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل شده و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه در خصوص شکایت نظام الله سیفی فرزند اللهوردی مذهب فرقه ضاله بهائیت علیه محمد قهرمانزاده مسلمان دائر بر ایراد ضرب و جرح غیر عمدی در اثر رانندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه ضرب و جرح عمدی نبوده است و در اثر رانندگی اتفاق افتاده است و شاکی از اعضای فرقه ضاله بهائیت است که اساساً دین محسوب نمی‌گردد و نظر به نظریه افسر کاردان فنی دادگاه بزهکاری متهم را محرز تشخیص و به استناد ماده قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و مسئله 2 و 31 صفحه 559 و 497 تحریرالوسیله
جلد 2 متهم را به پرداخت 100,000 ریال در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است. سند شماره 71 کلاسه پرونده 2/72/81 دادنامه 69 26/1/81 شاکی نظام الله سیفی فرزند الله وردی ساکن همدان خیابان عباس آباد شهید حقگویان کوچه کلهر پلاک 3 متشاکی محمد قهرمانزاده فرزند محمد اسماعیل ساکن همدان جاده مزدقینه جنب گرمابه سینا 18 متری مولوی کوچه کیوان پلاک 9 نوع اتهام اصلاح رأی گردش کار پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق در وقت مقرر شعبه 2 محاکم عمومی تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه در خصوص مرقومه مرجع محترم تجدید نظر نسبت به رفع ابهام و تصریح در دادنامه 80 خط دیره 1521 با توجه به اینکه مصدوم از فرقه ضاله بهائیت که دست نشانده جاسوسان تبهکار انگلیس است دیه به وی تعلق نمیگیرد و از حمایت دین آسمانی بی‌نصیب است. ارائه این رأی بدون دادنامه اصلی ممنوع است. محمد کاظم بادپا رئیس شعبه 2 محاکم عمومی همدان. عضویت در تشکیلات بهایی جرم اعلام می شود. بر اساس حکم حاکم شهر یک زن خانه‌دار در گنبد به جرم عضویت در تشکیلات بهایی به 1 سال زندان محکوم می شود. سند شماره 72 پرونده اتهامی شما در رابطه با عضویت در تشکیلات بهایی و غیره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی گنبد مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره 1684 7/12 محکوم به 1 سال زندان گردیده اید. حکم صادره به لحاظ عدم حضور شما در جلسه دادگاه غیابی بوده و پس از 10 روز بعد از ابلاغ قابل بازخواهی در دادگاه انقلاب اسلامی گنبد می باشد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر حکم صادره قطعیت یافته و لازم الاجرا می گردد. 3 نفر از بهائیان در دادگاه انقلاب اسلامی غرب مازندران به همین جرم محکوم می شود. در دی ماه 1368 3 نفر بهایی تنها به جرم اعتقاداتشان به زندان و سپس تبعید از زادگاهشان محکوم می شود. آقای سیامک ابراهیمی نیا 6 ماه زندان و 2 سال تبعید به زابل، فؤاد نعیمی 2 سال و نیم زندان و 1 سال تبعید به اقلید فارس و آقای روشن 1 سال زندان و 4 سال تبعید به بیجار. دادنامه کلاسه پرونده 1740/85 شماره دادنامه 83-10/40982 مرجع صادر کننده رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تنکابن متهم سیامک ابراهیمی نیا نوع اتهام دائر بر فعالیت تبلیغی برای فرقه ضاله بهائیت. رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای سیامک ابراهیمی نیا فرزند امین الله
50 ساله اهل و ساکن تنکابن، دارای فرقه ضاله بهائیت، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد به لحاظ معرفی کفیل، دائر بر فعالیت تبلیغی برای فرقه ضاله بهائیت. پرونده امر چنین حکایت دارد: متهم به عنوان احد از مدیران تشکیلات و عضو هیئت 3 نفره فرقه ضاله بهائیت در امر تبلیغ در شهرستان تنکابن و حومه و همچنین در راستای اهداف تبلیغی فرقه و اجرای دستورات و راهنمودهای تشکیلاتی مرکز اسرائیل فعالیت گسترده داشته و تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد. تحقیقات مفصل به عمل آمده و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم شهرستان تنکابن و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به زه انتسابی به متهم فوق‌الذکر به نظر این دادگاه مسلم است. فلذا به استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را با رعایت احتساب ایام بازداشتی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و با توجه به اینکه نامبرده به عنوان سرپرست تشکیلات غیرقانونی بهائیت در غرب مازندران می باشد و به لحاظ بیم تکرار فعالیت تبلیغی وی و صیانت از حقوق اسلامی در راستای ماده 19 قانون مجازات حکم به تبعید متهم به مدت 2 سال در شهرستان زابل صادر و اعلام می دارد و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی کتب و جزوات و نوارهای ویدئویی مربوط به فرقه ضاله بهائیت معدوم می گردد. دادنامه در آرشیو رئیس دادگاه انقلاب اسلامی غرب مازندران 12/10/86. سند شماره 73. شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان. متهمین پرونده اعضای اصلی هیئت خادمین فرقه غیرقانونی بهائیت در اصفهان می باشند که اقدام به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و پخش و توزیع نامه گروه غیرقانونی به اصطلاح یاران ایران و غیره نموده‌اند. لذا متهم ردیف اول به نام عنایت نعیمی فرزند فرید متولد 1333 با شماره تسجیل 44280 و ساکن اصفهان که با توجه به اظهاراتش در صفحات 7 و 2 20 و 18 و 67 و 65 و در 2 جلسه دادگاه مندرج در صفحات 292 305 و 306 جرمش محرز است. متهم دوم به نام احسان الله اشتیاق فرزند عبدالله متولد 1340 با شماره تسجیل 21347 که با توجه به اظهارات صریح و ضمنی او در صفحات 15 16 51 57 58 پرونده در 2 جلسه دادگاه مندرج در صفحات 210 و 303 جرمش محرز است و متهم سوم به نام سروش پزشکی فرزند امین الله متولد 1330 و شماره تسجیل 35585 با توجه به اظهارات صریح و ضمنی او در صفحات 31 تا 34 در 2 جلسه دادگاه مندرج در صفحات 292 و 299 جرمش محرز است. لذا هر یک از آنها به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی محکوم به 1 سال حبس
با احتساب ایام بازداشت موقت آراء صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد. در صفحات 389 390 سند شماره 74/1 و 74/2 قید شده. صفحه 391 رو میخونم. پیوست چند سند 1384 تا 1388. در دوران اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سرکوب اقلیت‌های مذهبی و به ویژه بهائیان شدت گرفت. بررسی این دوران مجالی دیگر می‌طلبد. در پایان این کتاب تنها چند سند به عنوان نمونه درباره سالهای 1384 تا 1388 آمده است. در همان روزهای اول حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان چاپ مجموعه ای از مقالات تحریک آمیز را علیه بهائیان آغاز کرد که تاکنون زمان نگارش کتاب حاضر ادامه دارد. در این مقالات اتهام جاسوسی برای آمریکا، انگلیس و اسرائیل علیه بهائیان تکرار می شود. تناقض در آموزه‌های بهائیت، خط انگلیس در دستور کار بهائیت، مروج تروریسم، یاور صهیونیست‌ها، در همتنیدگی با جامعه صهیونیست‌ها، اعلام خطر امام علیه نفوذ بهائیان، توبه‌نامه سید باب و غیره از جمله مقالات این مجموعه است که در سایت www.kayhannews.ir قابل دسترسی است. کیهان در سال 1384 یک پرونده جنجالی را که در سال 1328 درباره قتل یک خانواده مسلمان در ابرقو مطرح شده بود، دوباره مطرح می‌کند. در این پرونده بهائیان به قتل مسلمانان متهم شده‌اند. در سال 1385 کیهان دست به انتشار سلسله مقالاتی زد و آنها را در 77 بخش چاپ کرد. این مقالات را با عنوان سایه شوم بهائیت خانم مهناز رؤوفی نوشته است که بهایی بوده و پس از دستگیری در زندان از آیین بهایی برگشته و به قول حسین شریعت مداری به دامن اسلام ناب محمدی روی آورده است. سناتور رومئو آدالایل کارشناس مسائل مربوط به کشتار همگانی میگوید تجربه من در رواندا و پیشینه دیگر مناقشات جهان این پیام هشدار دهنده را می‌فرستد که هرگاه رسانه‌های گروهی کشور به اشاعه تبلیغات سوء علیه گروه خاصی مبادرت می‌ورزند، بهتر است جهانیان مسئله را اهمیت دهند و از نزدیک مراقب اوضاع باشند. وی گفت نگران شواهدی است که از اذیت و آزار سیستماتیک و نقض حقوق انسانی 350,000 پیرو دیانت بهایی در ایران حکایت دارد. داخل پرانتز سایت اخبار روز 12 مهر ماه 1385 پرانتز بسته. در 1384 آقای خامنه‌ای به مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح دستور می‌دهد که گزارش جامع و کاملی از کلیه فعالیت‌های بهائیان تهیه کند. صفحه 393
سند شماره 75. فرماندهی کل قوا، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. خیلی محرمانه. شماره 2122/2/27/15. تاریخ 7/8/1384. از ستاد کل نیروهای مسلح به گیرندگان ذیل. موضوع: شناسایی افراد فرقه‌های ضاله بهائیت و بابیت. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله، عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولا الموحدین امیر مؤمنان علیه السلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات پیرو گزارشات از فعالیت‌های تشکیل جلسات مخفیانه فرقه‌های ضاله بهائیت و بابیت در تهران و شهرستان‌های کشور بنا به دستور مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای، ستاد کل نیروهای مسلح مأمور گردیده تا گزارش جامع و کاملی از کلیه فعالیت‌های این فرقه‌ها، اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جهت شناسایی کلیه افراد این فرقه‌های ضاله کسب کند. لذا خواهشمند است به ستاد زیربط ابلاغ فرمایید تا هر گونه اطلاعاتی در زمینه‌های مذکور از این افراد را به صورت خیلی محرمانه جمع‌آوری و به این ستاد گزارش فرمایید. مراتب به منظور تقدیم به محضر مبارک مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی. گیرندگان: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا. فرمانده کل سپاه پاسداران. فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران. سازمان عقیدتی سیاسی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. رونوشت: رئیس محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله شاهرودی جهت اطلاع و اقدام لازم. رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری جهت اطلاع. اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در زمینه آزادی مذهب و عقیده در سازمان ملل، این سند را در 29 اسفند 1384 به دست آورد. در این سند به ستاد کل نیروهای مسلح فرماندهی کل قوا دستور داده شده است که بنا به دستور مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی، ستاد کل نیروهای مسلح مأمور است تا گزارش جامع و کاملی از فعالیت‌های این فرقه، اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای شناسایی کلیه افراد این فرقه‌های ضاله کسب کند. خواهشمند است هر گونه اطلاعاتی در زمینه‌های مذکور از این فرقه را به صورت خیلی محرمانه جمع‌آوری و به این ستاد گزارش فرمایید. این نامه به امضای سرلشکر بسیجی دکتر سید حسین فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به تاریخ 7/8/1384 رسیده است. بعد از این دستور عده زیادی از بهائیان دستگیر شدند. در 29 اردیبهشت 1385 54 جوان بهایی در شیراز بازداشت شدند. این جوانان به همراه عده‌ای جوان مسلمان در یک پروژه آموزشی
برای تدریس کودکان محلات فقیرنشین شیراز شرکت و برای اجرای این پروژه از شورای انقلاب شیراز مجوز کتبی داشتند. ابتدا تمامی اعضای گروه بازداشت شدند، اما جوانان مسلمان آزاد و بهائیان زندانی شدند. جوانان زندانی بهایی نیز با سپردن وثیقه تا تشکیل دادگاه آزادند. سند شماره 76. معاونان محترم سیاسی امنیتی استانداری‌های سراسر کشور، احتراماً برابر گزارش‌های ارسالی برخی از عناصر فرقه ضاله بهائیت تحت پوشش فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی اقدام به ترویج و تبلیغ مرام بهائیت می‌نمایند. از آنجا که این فرقه غیرقانونی است و از سوی سازمان‌های بین‌المللی و محافل صهیونیستی مورد بهره برداری علیه نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد، خواهشمند است دستور فرمایید دستگاه‌های مربوطه با ظرافت و حساسیت رفتارهای اجتماعی آنها را کنترل و مدیریت نماید. ضمناً اطلاعات خواسته شده را طبق فرم پیوست تکمیل و تا 15 شهریور جهت بهره برداری به این معاونت ارسال دارند. سید محمد رضا موالی زاده، مدیر کل دفتر سیاسی. در بهمن ماه 1386 این جوانان به دادگاه احضار شدند. آقای علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به سؤالی پیرامون دستگیری و محکومیت بهائیان در شیراز میگوید این افراد حدود 54 نفر بودند که علیه نظام تبلیغات میکردند. وی گفت 3 نفر از آنها محکوم به 4 سال زندان شده و 51 نفر دیگر به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. نامهای این 3 نفر جوان بهایی، 2 دختر به نامهای حاله روحی و رها ثابت و 1 پسر به نام ساسان تقوا بودند. سند شماره 77 نشان می‌دهد که بر طبق تحقیقات دفتر منسوب به رهبری جمهوری اسلامی و گزارش آن به نماینده مقام معظم رهبری در استان شیراز و امام جمعه معظم شیراز، صداقت جوانان بهایی در خدماتی که انجام می‌دادند مورد تایید قرار گرفته است. صفحه 398 سند شماره 77/1. صفحه 399 سند شماره 77/2. صفحه 400 سند شماره 77. محضر مبارک نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه معزز شیراز. سلام علیکم. با عرض سلام، ادب و احترام به پیوست، تقاضای اولیای 3 نفر متهم به فعالیت‌های بهائیت که مزین به پینوشت حضرت عالی می باشد، حسب الامر جناب عالی مورد بررسی دقیق قرار گرفت که مشروع اقدامات و تحقیقات به شرح ذیل جهت هر گونه تصمیم گیری به سمع و نظر مبارک حضرت عالی میرسد. 2 نفر از متهمین زندانی به نامهای 1 رها ثابت، 2 حاله روحی در حین مرخصی از زندان با حضور در دفتر چنین اظهار می داشتند که هیچ گونه فعالیتی که جنبه سیاسی و یا تبلیغ فرقه بهائیت باشد در سالهای گذشته در شیراز، فارس و حتی ایران نداشته ایم و اقدامات و فعالیت‌های ما عموماً جنبه عام المنفعه و اجتماعی داشته و در این مدت هیچ گونه نام و نشان و علائمی که دلالت از بهائیت باشد نه در اجتماع شرکت کنندگان در کلاس
و نه به صورت انفرادی از خود بروز نداده و صرفاً مشغول فعالیت اجتماعی و بهداشتی بوده ایم. این کلاس ها عموماً در محلهای فقیرنشین از سهل‌آباد و مهدی‌آباد و غیره تشکیل می شد و با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر به فعالیت‌های خیرخواهانه و انسان دوستانه مشغول بودیم. در ملاقاتی که اولیاء این سه متهم داشتند، همین اظهارات را با همان اهداف مورد اشاره و تأیید قرار دادند و معتقد بودند که دادگستری شیراز در رسیدگی به این پرونده و اجازه استفاده از وکیل و صدور رأی عدالت را مد نظر نداشته و به حقوق ما ظلم شده و از محضر نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه محترم شیراز تقاضای احقاق حق داریم. پس از استماع اظهارات متهمین و اولیاء آنان و مطالعه پرونده ارائه شده به محله مهدی آباد عزیمت نمودیم و به یکی از ساکنین محله که خود را سرهنگ بازنشسته ناجا به نام آقای جدی معرفی می نمود مراجعه و پس از سوالات مطرح شده در خصوص نحوه فعالیت و اهداف این گروه چنین اظهار نظر نمودند: این افراد از آغاز فعالیت تا کنون با هدف خیراندیشی و خدمت انسان دوستانه به نوجوانان و جوانان هفته‌ای یک مرتبه کلاس داشتند و بیشتر کلاس ها جنبه نقاشی و آموزش خط و بهداشتی و اخلاقی داشت و هیچ گونه اظهار نظری در خصوص مسائل دینی و سیاسی نداشتند و هیچ وقت از بهائیه نه اسمی و نه عنوانی مطرح نکردند. از نحوه آموزش و حضور در بین نوجوانان و جوانان این محله اظهار رضایت می‌کردند و معتقد بودند از زمان حضور این افراد در محله مهدی آباد روش آداب و معاشرت و اخلاق اجتماعی جوانان تغییر مثبت داشته به گونه‌ای که باعث دلگرمی خانواده‌ها و امیدواری نسبت به آینده فرزندان از نظر تربیتی گردیده بودند. با تعداد 8 نفر از جوانان و نوجوانان شرکت کننده در این کلاس ها نیز مذاکره و پس از سوالاتی اعلام این گروه مشغول امورات تربیتی و عموماً کلاس ها جنبه نقاشی، خطاطی و معاشرتی داشته و هیچ گونه بحث سیاسی و اظهار نظر خلاف موازین شرعی و قانونی و فرهنگی نداشتند و ما جوانان و نوجوانان انصافاً از حضور این افراد و گروه بهره کافی بردیم و تقاضای حضور مجدد آنها را داریم. بازرس و مشاور حقوقی دفتر. قطع شاهرگ فرهنگی جامعه بهایی ایران. تحصیل علم و دانش از فرائض مذهبی بهاییان است. از این رو بهاییان در تأسیس مدارس جدید نقش مهمی داشته‌اند و برای تحصیلات عالی ارزشی فوق‌العاده قائل هستند. بهاییان در سال 1899 میلادی به تأسیس مدارس پسرانه و در سال 1911 به تأسیس مدارس دخترانه در ایران موفق شدند. تعداد جوانان تحصیل کرده بهایی در ایران در مقایسه با حد متوسط جامعه رقم بالایی را نشان می‌دهد. حکومت جمهوری اسلامی بر آن است تا که جامعه بهایی را از تحصیل کردگان محروم کند. در سال 1385 در دستوری محرمانه ممنوعیت دانشجویان بهایی در دانشگاه‌ها تایید شد. در اسناد زیر نشان می‌دهند اگر دانشجویی بهایی موفق به ثبت نام می‌شد باید اخراج شود. سند شماره 78 جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان سنجش آموزش کشور، آقای سعیدی، 20/9/74.
مدیر کل محترم دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش. سلام علیکم. احتراما عطف به نامه شماره 450/10/870 مورخ 30/8/1374 در خصوص پژمان فلاح به اطلاع می‌رساند که بر اساس ضوابط داوطلبان متدین به یکی از ادیان رسمی کشور، اسلام، کلیمی، مسیحی و یا زرتشتی، حق ثبت نام و شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را خواهند داشت. حسین توکلی، معاون اجرایی. با شیراز مکاتبه فرمایید که از ثبت نام نامبرده ممانعت کنند. 450/11972 21/9/74 در صفحه 403 سند شماره 78. صفحه 404 سند شماره 79. احتراما حسب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستور وزارت اطلاعات و حراست کل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، بهائیان نمی توانند در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ثبت نام کنند. لذا در صورت مشاهده ضمن گزارش امر از ثبت نام ایشان جداً خودداری به عمل آورده و در صورت ثبت نام شده اخراج گردند. در اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به دلیل حذف پرسش مربوط به مذهب بسیاری از جوانان بهایی موفق شدند در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند. بر اساس بخشنامه جدید به محض اینکه بهایی بودن دانشجویی مشخص میشد باید او را اخراج کنند. یکی از دانشجویان بهایی به نام پگاه در گفتگو با رادیو BBC در سال 1385 میگوید در آزمون سراسری اخیر دانشگاه‌ها در رشته علوم اقتصادی دانشگاه شیراز پذیرفته شدم، اما در 9 مهر ماه که نخستین روز آغاز تحصیل در دانشگاه بود، مدیریت دانشگاه طی نامه‌ای به دانشکده محل تحصیلم اعلام کرده است که وی را منصرف از تحصیل می‌شناسد. دانشجوی دیگری به نام پرهام در همین سال در مصاحبه با BBC میگوید در رشته فیزیک در دانشگاه بوعلی سینا در همدان پذیرفته شده، اما در دیماه حراست به او میگوید که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از تحصیل در دانشگاه محروم است. پرهام میگوید مسئولان به او میگفتند اگر کتباً اعلام کند که تعلقی به دین بهایی ندارد و مسلمان است امکان ادامه تحصیل خواهد داشت، اما از آنجا که در آیین بهایی تقیه یعنی پنهان کردن اعتقاد مجاز نیست، او و دیگر دانشجویان بهایی حاضر به پذیرفتن این شرط نشدند. در هفته‌نامه پنجره که یک نشریه داخلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در شماره 15 صفحه 3 یکشنبه 30 اردیبهشت 1386 درباره اخراج دانشجویان به دلایل عقاید مذهبی آنان می‌نویسد، گویا بر اثر مذاکراتی که با نهادهای حقوق بشر انجام شده بود، مقامات ایران تصمیم گرفتند از سال 1385 دانشجویان بهایی را هم پذیرش کنند. البته تغییرات دیگری نیز از سالها قبل اتفاق افتاده بود و آن اینکه در پرسش ثبت نام گزینه دین به گزینه به پرسش‌های کدام دین جواب می‌دهید تبدیل شود. معلوم نیست چه اتفاقی ناگهان باعث شد مقامات وزارتخانه از تصمیم خود
مبنی بر اجازه تحصیل به دانشجویان بهایی عقب نشینی کند. دختری بهایی به نام روزیتا نامه‌ای سرگشاده به آقای احمدی نژاد رئیس جمهور و به اخراج خود از دانشگاه اعتراض می‌کند. بخشی از این نامه: احتراما این جانب روزیتا، فرزند مجید، متولد 64، به شمار شناسنامه جای خالی، ساکن اصفهان، از اقلیت دینی بهایی می باشم. من بعد از چندین سال حسرت حضور در دانشگاه بالاخره اجازه ورود در آن را در سال جاری یافتم، اما بعد از حضور چندین هفته‌ای در کلاس ها به علت مذهبم اخراج شدم. بارها و بارها احساساتم را در قالب کلمات خشک نامه‌های رسمی گنجاندم و از ریاست دانشگاه، حراست، پیام نور، منطقه 3 و وزارت علوم گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیر مداوم اخراجم بودم. اما هیچ دلیل قانع کننده‌ای به من ارائه نشد. دیگر نمیخواهم رسمی بنویسم. میخواهم از دلم بگویم. من یک جوانم، یک جوان ایرانی، یک جوان ایرانی ساکن ایران زمین. من در این خاک مقدس به جهان گشودم و با نوای الهی آن بزرگ شدم. به خاطر عشق به وطنم صلای ترک آن را لبیک نگفتم. ما به کدامین جرم محکوم دادگاه شما شدیم؟ چه قانونی مرا از ادامه تحصیل که حق مسلم هر انسانی است محروم ساخته؟ یک جوان 18 ساله بهایی به نام هولاکو رحمانیان در امتحانات کنکور سراسری در سال 1386 شرکت و در بین حدود 1 میلیون شرکت کننده رتبه 76 را احراز می کند. تا آذر ماه منتظر می ماند و خبری دریافت نمی کند. به سازمان سنجش آموزش کشور که مسئول اداره و مدیریت کنکور است تلفن می زند و دلیل عدم پذیرش خود را جویا می شود. مسئول مربوطه تعجب می کند، اما چون در می یابد که او بهایی است تلفن را قطع می کند. هولاکو چندی بعد نامه ای از سازمان سنجش آموزش دریافت می کند. به جهت نقص مدارک صدور گواهی ممکن نمی باشد. در سال تحصیلی 2006-2007 نیز 500 دانشجوی بهایی در امتحان کنکور قبول می شوند، اما دانشگاه از پذیرش آنان خودداری می کند. آزار و بدرفتاری با دانش آموزان بهایی در مدارس. بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل متحد، در 5 آپریل 2007 یک شنبه 19 فروردین 1386 در نیویورک اعلام کرد که بنابر گزارش‌هایی که از ایران می‌رسد، دانش آموزان بهایی در 150 مورد در 10 شهر مورد توهین، اذیت و آزار قرار گرفتند. کودکان بهایی مجبور می‌شوند تا در کلاس‌های درس دین خود را اعلام کنند و سپس مورد توهین و تحقیر قرار می‌گیرند. از آنها می‌خواهند که تهمت‌ها و افتراعات معلمین دینی را نسبت به دیانت خود تحمل کنند و به آنها میگویند بهتر است مسلمان شوید. فرج سرکوهی در مصاحبه با رادیو فردا درباره وضعیت دشوار کودکان بهایی در مدارس ایران میگوید: در فقه سنتی تنها ادیان ابراهیمی، 3 دین یهودی، مسیحی و اسلام که از متن اقوام و فرهنگ‌های سامی روزگار کهن برخاسته‌اند به عنوان ادیان واقعی و حقه به رسمیت شناخته می‌شوند. کینه و دشمنی روحانیت شیعه با بهائیان که از همان روزهای آغازین پیدایش این مذهب با اعدام
بنیانگذار آن سید علی محمد باب و کشتار دست جمعی بابی‌ها و بهائیان به دوران ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد، ریشه دارتر از آن بود و هست که خصومت علیه بهائیان را متوقف کند. همه جناح‌های حکومتی جمهوری اسلامی، حتی رفرمیست‌های مذهبی، با اطلاق اصطلاح فرقه یا جمعیت بر پیروان مذهب بهایی آنان را از دایره شمول مذهب، آزادی مذهب و اعلامیه حقوق بشر محروم می‌کند. اغلب مراجع شیعه در گذشته و حال بر سرکوب خشونت‌آمیز بهائیان صحه گذاشتند. پس از انقلاب اسلامی بهائیان از ادارات دولتی اخراج و برخی زندانیان بهایی به دلیل باورهای مذهبی خود اعدام شدند. آقای محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار خانه ملت در 29 آذر ماه 1385 ضمن برچسب زدن‌های قدیمی به جامعه بهایی ایران از قبیل همکاری با آمریکا و اسرائیل و غیره، عدم رعایت حقوق شهروندان بهایی را تایید کرد. سند شماره 80 سه‌شنبه 28 آذر 1385 سایت خانه ملت. دکتر محمد جواد لاریجانی در گفتگو با خانه ملت: رویکرد ایران در قبال فرقه‌های ضاله سیاست درستی است. محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر، گفت سیاست جمهوری اسلامی در قبال بهایی‌ها سیاست صحیحی است. محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در گفتگو با خبرنگار خانه ملت گفت فرقه بهاییت با چند شعار احترام خاص به همه ادیان به خصوص اسلام، تأکید بر دوستی و مهربانی و عدم سختگیری حتی با کسانی که با جان و مال مردم این سرزمین تعرض می کنند، یعنی به نوعی بی‌تحرکی و گوشه‌گیری را تبلیغ می کردند و کشف حجاب و حتی آزادی زنان در روابط جنسی متعدد به وجود آمد. وی با اشاره به این مطلب که جمهوری اسلامی برای مسائل مربوط به این فرقه تدبیری بیندیشد توضیح داد بهایی‌ها جزء اقلیت‌های مذهبی در کشور محسوب نمی‌شوند، زیرا در قانون اساسی در خصوص اقلیت‌ها به تفصیل شرح داده شده است. سیاست و تمهیداتی که جمهوری اسلامی در قبال آنها اتخاذ کرده بر اساس تعهدات شهروندی است، زیرا آنها جزء شهروندان این کشور محسوب می‌شدند و به حکومت نیز اذعان دارند. حکومت نیز مسئول است حقوق اولیه آنها را چون امنیت شغلی، زندگی، تحصیل، املاک، ازدواج و غیره را تأمین نماید. اما آنها نیز حق تبلیغ و تشکیل مجالس تبلیغی فرقه خود را ندارند و نمی‌توانند کتاب نشریه و یا جزوه‌ای چاپ کنند. همچنین حق تأسیس مدرسه خاصی را هم ندارند. لاریجانی با صحیح دانستن این سیاست در قبال بهایی‌ها تصریح کرد همانطور که بهایی‌ها انتظار دارند دولت ایران به تعهدات خود عمل کند، آنها نیز باید به قوانین کشور احترام گذاشته و به تعهدات خود نسبت به قوانین و مردم این کشور عمل نماید. لاریجانی در مورد حمایت وسیع آمریکا و اسرائیل از این فرقه گفت این دو کشور بعد از انقلاب
با حمایت مالی و پولی فراوان از این فرقه در جهت تأمین منافع خود استفاده کردند. آنها پایگاه وسیعی در بندر حیفا در اسرائیل به وجود آوردند و افرادی را نیز به منظور فشار و محکوم کردن ایران به این کشور فرستادند. حتی دولت آمریکا داخل پرانتز بوش، کنگره و وزارت امور خارجه پرانتز بسته در بیان مواضع خود تحت عنوان حقوق بشر حداقل سالی 2 بار حمایت خود را از این فرقه رسما اعلام می‌کند. وی خاطر نشان کرد به نظرم این فرقه سیاسی دیگر آن نفوذ و کارایی لازم را نه تنها برای نسل امروز و فردای مردم ایران ندارد، بلکه میان خود بهایی ها نیز دیگر جاذبه ای ندارد. لذا اگر به این فرقه کمتر اعتنا کنیم، مسائل آن خود به خود حل خواهد شد. منبع: طاهره پور اردشیر، تاریخ 29 آذر 1385. چند نمونه. آقای دوری نجف آبادی، دادستان کل کشور، در سفری به استان فارس در جمع مسئولین درباره بهائیان به آنها هشدار می‌دهد. دستگاه‌های امنیتی باید مراقب گروه‌ها و فرقه‌های ضاله با پس‌زمینه‌های صهیونیستی باشند. قدر فرصت‌ها را بدانید و بر روی توانمندی و آسیب زدایی جامعه برنامه ریزی کنید. چند روز بعد از این سخنرانی امام جمعه سروستان حجت الاسلام بحرینی میگوید در حال حاضر مهمترین مشکل سروستان وجود بهائیت و دراویش است. داخل پرانتز کاف به سایت ایران پرس نیوز. در روز جمعه 18 اسفند ماه 1385 در شهر اندیمشق ماشین‌های شهرداری مکانی متعلق به بهائیان را تخریب کردند. فعالان حقوق بشر در ایران در تاریخ 29/12/1385 چنین گزارش می‌دهند: در طی سال گذشته فشار بر اقلیت‌های مذهبی بیش از پیش ادامه یافت. بیش از 70 تن از بهائیان در سال گذشته دستگیر و بیش از 20 تن محروم از تحصیل شدند و حتی برخی از آنان در بند 209 زندان اوین در بازداشت وزارت اطلاعات ماه‌های متمادی تحت شکنجه قرار گرفتند. گروه فعالان حقوق بشر یاد شده در 19/3/86 گزارش می‌دهد سرکوب اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد. زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان و بهائیان ایرانی اجازه ترویج دین خود را ندارند. پیروان مذهب علوی، مسلمان سنی، دراویش گنابادی و هواداران آیت الله بروجردی سرکوب می شود. در سال گذشته مأموران وزارت اطلاعات حداقل 3 کلیسای خانگی را در ایران تعطیل کرده و رهبران آنها را بازداشت کردند. مرگ یک بهایی در زندان. ذبیح الله محرمی در 15 دسامبر 2005 برابر با آذر ماه 1384 بعد از 10 سال زندان در زندان یزد به دلیل نامعلومی میمیرد. محرمی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود، اما بنا به گفته نماینده بهائیان در سازمان ملل بانی دوگال، حکم او بر اثر فشار افکار عمومی به زندان ابد
تبدیل گردید. او 10 سال به خاطر اتهامات واهی زندان بود و در زندان مجبور به کارهای بسیار سخت بود و چندین بار تهدید به مرگ شده بود. او تا قبل از انقلاب کارمند دولت بود، ولی در انقلاب اسلامی مانند سایر کارمندان بهایی از کار اخراج شد. برای امرار معاش به شغل نصب پرده کرکره مشغول بوده است. اتهام او جاسوسی برای اسرائیل بود. آقای محرمی در زمان فوت 59 سال داشت. یکی از بستگان ذبیح الله محرمی گزارشی درباره دستگیری او نوشته و در سایت اخبار روز منتشر کرده است. آقای محرمی کارمند وزارت نیرو بودند و در سالهای اولیه انقلاب که کلیه کارکنان بهایی دستگاه‌های دولتی از کار اخراج می‌شدند، یکی از دوستان ایشان به نیتی خیرخواهانه و بدون اطلاع وی اعلامیه‌ای مبنی بر تبری از دیانت بهایی به یکی از روزنامه‌ها ارسال می‌کند. هدف او جلوگیری از اخراج ایشان از محل کار بوده است. آقای محرمی پس از اطلاع از این کار نامه‌ای می‌نویسد و به این عمل دوست خود اعتراض می‌کند و وابستگی خود به آیین بهایی را اعلام می‌کند. پس از این اعلامیه در سال 1374 ایشان را به جرم بهایی بودن دستگیر می‌کند. وی مدت 10 سال و 4 ماه دوره زندان مراحل بسیار سخت و طاقت فرسایی را گذراند. در این مدت او را در زندان‌های ابرقو و اردکان به کارهای سخت واداشتند. در تاریخ 23 آذر ماه 1384 در زندان فوت می شود. گروهی که خود را سربازان گمنام امام زمان معرفی می کنند، در روز 27 اسفند ماه گذشته نامه تهدیدآمیزی برای 9 نفر از شهروندان بهایی در شیراز فرستاده و آنان را به اعدام انقلابی تهدید کردند. متن نامه چنین است: به نام الله پاسدار خون شهیدان و در همکوبنده مفسدین و ستمگران، جناب آقای، برگی دیگر بر لوح زرین انقلاب اسلامی به ثبت میرسد تا آیندگان بدانند که اسلام و مسلمین هوشیارند و فریب سرسپردگان و جاسوسان اسرائیلی را نخواهند خورد و نخواهند گذاشت پیروان آیین ناب محمدی فریب شیادانی چون شما را بخورند. بنابراین طبق تحقیقات انجام گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان مستقر در شهر شهید مهراب آیت الله دستقیل، شما و 8 تن از مفسدین دیگر به اعدام انقلابی محکوم شده و به زودی این حکم در ملأ عام انجام می‌پذیرد. حال شمایی که پیرو پیامبر دروغین بهاءالله و سید باب میباشید، اگر واقعا آنها بر حقند از آنها بخواهید که جلوی این حکم را بگیرند و استغفرالله همانند ابراهیم خلیل که خداوند آتش را بر او سرد گردانید، آنها هم آتش را بر شما سرد گردانند. باشد تا این درس عبرتی باشد برای همکیشان شما. یک شهروند بهایی که در آخرین روز سال 1368 مورد تهدید قرار گرفته، در نامه‌ای به اداره اطلاعات استان فارس می‌نویسد: در تاریخ 27 اسفند ماه سال 1386
در خیابان سعدی مورد تجاوز قرار گرفتند. آنها قصد سوزاندن مرا داشتند ولی بر اثر تصادفی موفق نشدند. بهائیان اصفهان در بهمن ماه 1386 مورد تهدید قرار گرفتند. به بهائیان اخطار شده است نسل شما بهائیان را از روی زمین برمی‌کنیم. صفحه 414 سند شماره 81. صفحه 415 تهدید بهائیان. فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به تاریخ 12/11/1386 به تجاوزی که به یک خانواده بهایی در آباده شده اشاره کرده است. سند شماره 82. گزارشی از تهدیدات روزمره اقلیت بهایی در ایران. بنابر گزارشات دریافتی این مجموعه در تاریخ یکشنبه مورخ 7/11/1386 ساعت 9 شب 2 فرد ناشناس در غیبت آقای بهرامی از بهائیان شهرستان آباده با مراجعه به منزل وی و با معرفی خود به عنوان مشتری آنتنسازی آقای بهرامی خواهان بازنموده شدن درب منزل می‌گردند که با امتناع صبا بهرامی دختر آقای بهرامی به علت تنها بودن در منزل روبرو می‌گردند. این افراد پس از امتناع خانم بهرامی اقدام به کوبیدن درب منزل می‌نمایند و چندین فرد با صورت پوشیده با چفیه اقدام به بالا نمودن از دیوار منزل و حضور در بام منزل می‌نمایند. حدود 9:10 شب خانواده بهرامی اقدام به تماس با پلیس 110 می‌نمایند. همچنین با آژانس تاکسی تلفنی جنب منزل جهت درخواست کمک اقدام به تماسگیری می‌نمایند. در این زمان قطع شدن تلفن منزل و ناگهان فرو ریختن دیوار بلند منزل و مشاهده لودری در حال تخریب باعث هراس و وحشت خانواده بهرامی می‌گردد که در این زمان ورود حداقل 10 فرد مسلح به منزل باعث فرار خانواده بهرامی و پناه بردن به همسایه‌های وحشت زده می‌گردد. در این احوال شخص آقای بهرامی به منزل مراجعه می‌نماید که افراد مسلح لباس شخصی با یورش به وی اقدام به ضرب و شتم و تحقیر وی می‌نمایند که این اقدام منجر به مجروحیت نامبرده می‌گردد. افراد مسلح لباس شخصی خود را عناصر دستگاه امنیتی معرفی می‌نمایند. اقدام به بستن دست آقای بهرامی نموده و وی را سوار اتومبیل خود می‌نماید و در همان مکان نگه می‌دارد. در حدود ساعت 9:45 بعد از تخریب کامل دیوار اصلی منزل و بازرسی کامل منزل، افراد ناشناس اقدام به بازنمودن دست آقای بهرامی می‌نمایند. پلیس 110 آباده علی‌رغم تماس‌های مکرر مردمی ساعت 10:30 یعنی با 1 ساعت و 20 دقیقه تأخیر خود را به محل می‌رسانند و در پاسخگویی به اعتراض شاهدین عنوان می‌دارد که پلیس مراجعه نموده بود اما موردی رویت نگردید. روز بعد مورخ 8/11/1386 نامه‌ای با مضمون عینی بهرامی بهایی عاشقان امام حسین می‌خواهند وجود تو را از آباده پاک کنند تا 2 هفته برای تخلیه منزل فرصت داری، در غیر این صورت خانه‌ات با خاک یکسان خواهد شد و به حرمت خانواده‌ات تجاوز می‌کنیم به منزل آقای بهرامی ارسال می‌گردد. در این راستا شاهدان عینی عنوان داشتند که همان شب آقای راسخی رئیس امر به معروف و نهی از منکر آباده
ساعت 8:45 با آژانس جنب منزل مراجعه و عنوان می‌دارد که امشب مانوری در جریان است، درها را ببندید و تلفن‌ها را پاسخ ندهید. همچنین همسایگان آقای بهرامی نیز مورد تهدید با اسلحه جهت امتناع از واکنش گردیده بودند. آقای بهرامی علی‌رغم مشکلاتی که سالهاست بهائیان آباده با آن مواجه هستند، تصمیم به ماندن در زادگاه خود و دفاع از حقوق انسانی خود گرفته است. در این راستا عامل تحریک و سازماندهی را میتوان امام جمعه و متولیان مسجد جامع آباده دانست که در سخنرانی‌های اخیر خود صریحاً مردم را به تخریب منزل آقای بهرامی و برخورد با بهائیان فراخوانده بودند دانست. شایان ذکر است اقلیت بهایی در ایران همچنان از حقوق انسانی خود به واسطه داشتن مذهبی غیر محروم هستند و قانونگذار در جمهوری اسلامی همچنان بی توجه به تعهدات بین المللی حقوق از شناسایی حقوق فردی و اجتماعی این افراد سرباز می‌زند. سند شماره 83. از همان فردای پیروزی انقلاب اسلامی حتی گورستان‌های بهائیان هم از تعرض، تخریب و تصرف در امان نماند. صفحه 419 سند شماره 84. سند شماره 84 شهرستان میاندوآب شماره 439 تاریخ 24/11/58 به اسم تعالی دادسرای انقلاب اسلامی مرکز احتراما تحقیقات عمیقی که به عمل آمده قبرستان بهائیان میاندوآب که ملک شرکت امنا بوده و با توجه به حکم شماره 552 16/8/58 دادسرای انقلاب اسلامی مرکز مصادره شده است، ولی سند آن به نام قبرستان از مدت 30 سال قبل تا حال اجساد دفن شده و همچنین تاریخ سنگ‌های قبرستان نشان می‌دهد که اکثراً اجساد تازه دفن شده در این صورت تخریب و بیرون ریختن اجساد طبق موازین شرعی نمی باشد، لذا تقاضا دارد موافقت فرمایند این بنیاد در دخل و تصرف قبرستان مربوطه خودداری تا افراد نام برده کماکان اجساد خودشان را دفن نمایند. در هر صورت تقاضای کسب تکلیف می شود و فتوکپی تقاضا با نامه این بنیاد توسط متقاضیان ارسال می گردد. بنیاد مستضعفان شهرستان میاندوآب. بنابر گزارش جامعه بهائیان در 17 و 18 شهریور 1386 قبرستان بهائیان نجف آباد با بولدوزر خراب شد. چند روز قبل از تخریب قبرستان در نجف آباد نامه‌های تهدیدآمیز به حدود 30 خانواده بهایی فرستاده شد. در بهار امسال در استان مازندران 6 خانه متعلق به بهائیان به آتش کشیده شد. در کرمانشاه یک مرد 70 ساله به اتهام گسترش بهائیت و هتک حرمت ائمه به 1 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شد. تخریب گورستان شیراز. در سال 1386 قبرستان بهائیان یزد برای 3مین بار ویران شد. این 3مین گورستان بهایی ها بود که در یزد تخریب شد. اولین قبرستان در مهدی آباد یزد پس از تخریب و بیرون آوردن جنازه ها مصادره شد. دومین قبرستان که محل دفن 7 کشته شده بهایی در سال 1359 بود تخریب و در محل آن کارخانه‌ای بنا شد.
سومین قبرستان در محلی پشت کارخانه ساخت ماشین‌آلات نساجی به بهائیان واگذار شده بود، بارها مورد تعرض مسلمین قرار گرفته و سنگ‌های قبور خرد شدند. طرح قانون مجازات اسلامی. لایحه مجازات اسلامی که به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و تا تاریخ نگارش این کتاب در دست بررسی است، تهدیدی است جدی علیه دگراندیشان مذهبی. در این لایحه برای جرائم زیر مجازات اعدام تعیین شده است. ماده 3 خط تیر 211. 1. زنا و ملحقات آن داخل پرانتز لواط، تفخیذ و مصاحقه پرانتز بسته. 2. قوادی. 3. قذف. 4. سب النبی. 5. ارتداد و بدعتگذاری و سحر. 6. خوردن مسکر. 7. سرقت. 8. محاربه و افساد فی الارض. ماده 1 خط تیر 211 میگوید حد مجازاتی است که در شرع مقدس برای جرائم خاص و به میزان و کیفیت معینی مقرر گردید و قابل تبدیل یا تخفیف و یا تعطیل نمی باشد و تفصیل آن به شرح مندرج در این قانون است. صفحه 30. ماده 2 خط تیر 211 تعقیب رسیدگی و صدور حکم در مواردی که حد جنبه حق اللهی دارد متوقف به درخواست کسی نیست. اتهامات سب النبی، قذف، ارتداد و بدعتگذاری در دین، محاربه و افساد فی الارض را به آسانی میتوان علیه هر دگراندیش مذهبی و غیر مذهبی مطرح کرد. مبحث 4 سب النبی ماده 1 خط تیر 224 هر کس پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله را دشنام دهد یا قذف داخل پرانتز نسبت دادن زنا و لواط پرانتز بسته کند سب النبی بوده و محکوم به حد قتل می شود. تبصره 5 قذف یا دشنام به هر یک از ائمه معصومین و یا حضرت فاطمه زهرا صلوات الله در حکم سب النبی صلی الله است. مبحث 5 ارتداد، بدعتگذاری و سحر ماده 1 خط تیر 225 مسلمانی که به طور صریح اظهار و اعلان کند که از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار نموده مرتد است. ماده 3 خط تیر 225 مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی. ماده 4 خط تیر 225 مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شود. ماده 5 خط تیر 225 مرتد ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرویده و سپس از اسلام خارج و به کفر برگرده. ماده 6 خط تیر 225 هرگاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آنکه تظاهر به اسلام نماید اختیار کفر کند در حکم مرتد ملی است. ماده 7 خط تیر 225
حد مرتد فطری قتل است. ماده 8 خط تیره 225 حد مرتد ملی قتل است. اما بعد از قطعیت حکم تا 3 روز ارشاد و توصیه به توبه می شود و چنان که توبه ننماید کشته می شود. ماده 9 خط تیره 225 هرگاه احتمال توبه مرتد ملی داده شود فرصت مناسب به وی داده می شود. ماده 10 خط تیره 225 حد زنی که مرتد شده اعم از فطری و ملی حبس دائم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد می شود و توصیه به توبه می شود و چنانچه توبه نماید بلافاصله آزاد می گردد. ماده 11 خط تیره 225 هر کس ادعای نبوت کند محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع کرده و فرقه ای را بر اساس آن ایجاد کند که برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد در حکم مرتد است. ماده 10 خط تیره 228 هر کس به طور گسترده مرتکب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، مفسد فی الارض محسوب و به مجازات محاربه محکوم می گردد. ماده 8 خط تیره 313 و 11 خط تیره 313 بسیار حائز اهمیت می باشند، چون مطابق ماده 8 خط تیره 313 هر مسلمانی می تواند یک غیر مسلمان را به هر دلیلی به قتل برساند و مجازات نشود. تنها مجازات او پرداخت دیه است. تفسیره ماده 8 خط تیره 313 چنین است: در مورد این ماده چنانچه جانی قبل از اجرای قصاص مسلمان شود، قصاص ساقط می شود و حسب مورد به پرداخت دیه محکوم می شود. این ماده مربوط به قتل یک غیر مسلمان به دست یک غیر مسلمان است. با استناد به ماده 11 خط تیره 313 هر مسلمانی می تواند هر شخص دیگری اعم از مسلمان و یا غیر مسلمان را به عنوان اینکه تصور کردم محظور الدم است به قتل برساند بدون اینکه بیمی از مجازات جدی داشته باشد. متن ماده چنین است: ماده 11 خط تیره 313 کشتن کسی به صرف اعتقاد به محظور الدم بودن یا مستحق قصاص بودن وی بدون مجوز مراجع صالح قضایی ممنوع است و مرتکب مجرم شناخته می شود و چنانچه طبق موازین در دادگاه ثابت شود که قاتل بر اساس چنین اعتقادی مرتکب قتل شده است، اگر محظور الدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزیری از 3 تا 5 سال و پرداخت دیه محکوم می شود. اگر محظور الدم بودن مجنی علیه ثابت شود، به مجازات مذکور در ماده 1 خط تیره 313 این قانون محکوم می شود. چنانچه ثابت نشود که قاتل بر اساس چنین اعتقادی مرتکب قتل شده، محکوم به قصاص می شود. تفسیره ماده 1 خط تیره 313 چنین است: تفسیره: مواردی که شخص محقون الدم نیست
به شرح زیر است. 1. کسی که مرتکب یکی از جرائم حدی شده باشد که مجازات آن به شرح مقرر در قانون حدود قتل یا رجم باشد، محقون الدم نیست. و در این صورت چنانچه آن جرم در دادگاه صالح اثبات شود و شخص بدون مجوز قانونی اقدام به قتل وی نموده باشد، قصاص نمی شود، ولیکن به مجازات حبس از 1 سال تا 2 سال و در سایر جنایات عمدی به تناسب تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. با تصویب چنین لایحه‌ای هر شخصی می‌تواند مرتکب قتل هر دگراندیشی باشد. اثبات محظورالدم بودن دگراندیش که مرتد مینامند کاری است بس آسان. در مبحث 4 راه‌های اثبات جنایت عمدی را شرح می‌دهد. ماده 1 خط تیره 314 جنایت عمدی باید با یکی از راه‌های مقرر در این قانون به وسیله دادگاه احراز شود. در غیر این صورت حکم به قصاص نمی شود. ماده 2 خط تیره 314 طرق اثبات جنایات عمدی عبارتند از 1 اقرار، 2 بیینه، 3 علم قاضی که مستند به قراین بیین حسی و متعارف، 4 قسامه. قانون بدین ترتیب دست قاضی را برای اجرای حکم دلخواه باز گذاشته است. اگر متهم اقرار به گناه خود نکند و دلایلی هم وجود نداشته باشد، قاضی میتواند با علم خود و یا با استناد به قسم یا سوگند جانی حکم صادر کند. ماده 2 خط تیره 413 قتل غیر عمد به شرح مقرر در مجازات قصاص با اقامه قسامه 25 نفر مرد از طرف مدعی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر اثبات می شود. اگر متهم نتواند به اندازه کافی قسم خورنده به دادگاه بیاورد، حاضرین با تکرار قسم خود می توانند به حد نصاب برسند. ضمناً قسم خورندگان باید از اقوام متهم باشند. ماده 32 خط تیره 314 متهم برای نفی اتهام و براءت خود در صورتی که شاکی از او مطالبه قسامه کند باید اقامه قسامه کند و در این صورت باید به مقدار نصاب قسم خورنده داشته باشد و چنانچه تعداد آنها کمتر از نصاب باشد قسمها تا تحقق نصاب توسط آنها تکرار می شود و با نداشتن قسم خورنده خود او هرچند زن باشد تمام قسمها را تکرار می کند و تبرئه می شود. ماده 33 خط تیره 314 با وجود قسم خورنده برای مدعیان علیه خود وی نیز می تواند قسم بخورد و قسم وی جزو نصاب محسوب می شود هرچند زن باشد. ماده 34 خط تیره 314 لازم است قسم خورنده از خویشان و بستگان نسبی شاکی باشند. با تصویب این قانون دست قاضی برای تبرئه هر جانی باز است. پایان کتاب. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی
تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. AvayeBoof.com